گلهای تازه، برنامه شماره 69 با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی، منصور سارمی و امیر ناصر افتتاح. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج حقیقی. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گلندامی. ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم، تو عشق گلی داری من عشق گلندامی. سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد، آنان که ندیدستند سروی به لب بامی.
باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی، ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی. باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی، ورنه که برد هیهات از ما به تو پیغامی. گرچه شب مشتاقان تاریک بود، اما نومید نباید بود از روشنی بام.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی جان، صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی جان.
دگر نالی من با تو همان بودم تو عشق گلی داری من عشق گلم دامی باشد که تو خود روزی جان از ما خبری پرسی ورنم که برد هیهات از ما به تو پیغامی
گرچه شب مشتاقان تاریک بود، اما نومید نباید بود از روشنی بامید. محبوب من آی وای امان امان آی وای. سعدی به لب دریا، سعدی به لب دریا دردابون کجا یابی، در کام نهنگان رو گرمی طلبی کامی. امان 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 محبوب من آی دوست جان آی سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، در کام نهنگان رو گر می طلبی کامی. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 69 بود که در همایون اجرا شد.